آیا با واقعیت نغمه هنرمند مشهور افغان وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی پر از ماجرا و جنجال نغمه در کشور امریکا توسط چه افراد حمایت میشد؟ دلیل نشر تصاویر تازه نغمه در صفحات مجازی چی بوده است؟ نغمه چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نمی پرداخت و آیا با واقعیت نغمه از همسر دومش هم جدا شده است و یا هم خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان رسانه‌های افغان است. نغمه توانست در مدت خیلی کوتاه در دلهای مردم افغان علاقمندان و دوستداران خاص خودش را پیدا کند. نغمه هنرمند محبوب، پرآوازه، مطرح و سرشناس افغان بوده است که عاشقانه از سن نوجوانی تا کنون آهنگ می‌سراید. آهنگهایش بارها بازدید میلیونی را در صفحات مجازی از آن خود کرده است. این همه در حالی است که نغمه هنرمند محبوب و پرآوازه افغان در سن نوجوانی ازدواج کرد، اما دیر نگذشت نغمه از همسر اولش جدا شد و باری دیگر در کشور امریکا ازدواج کرد. این همه در حالی است که نغمه هنرمند خوب کشور تصاویر در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه دقیقت داشته است، ولی مدت طولانی است که نغمه دیگر به کارهای هنر موسیقیش نمی پردازد و کاملا راه هنر موسیقیش را ترک کرده است. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای رسانه‌ای از نغمه خواهیم بود. دوزاران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، تمام شما خوبان ارجمند کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشته موفق و کامیاب باشید.